درود دوستان، بعضی مواقع ما مکانیکی ها یه تذکراتی یه گوشزدهایی به خود مشتری میکنیم. مشتری فکر میکنه ما واسه دستمزد یا اجرت خودمون اینو میگیم. این ماشین رو میبینید، راننده این ماشین حدود 20 روز پیش اومده پیش ما واسه تعویض تصمیه دینام. ازش پرسیدم تصمیه تو کی عوض کردی؟ به ما گفته 50,000 تا کار کرده، 10,000 تا دیگه جا داره. بهش گفتم ریس نکن، عوض کن تصمیه بده. گفت نه اوستا، تو واسه تصمیه خودت میگی 10 تا دیگه جا داره. دیشب ماشین تصمیه پارک کرده، سوپاپ کش کرده، حدود 2 میلیون خورده داده تا آورده در مغازه من. اصلا خجالتم کشید، خودش روش نمیشد بیاد. الان ماشین کلا اینجا سوپاپا رو خراب کرده. این وضعیت سرسیلندشه، کلا جای گاید و سیت سرسیلند شکسته، سوپاپا رو کج کرده. این وضعیت پیستونشه، این وضعیت شماشه. فقط بهتون میگم بعضی مواقع وقتی که ما مکانیکا یه چیزی به خود مشتری میگیم، مشتری فکر نکنه ما آقا واسه دستمزد خودمون میگیم. ما درسته از جیب شما نون میخوریم، ولی منتظر 4 ریال جیب شما نیستیم که بخوایم به اجبار یا به زور از شما بگیریم. ممنون، امیدوارم که ما رو حمایت کنید و به گوشزدای ما مکانیکا بیشتر دقت کنید. یا علی، خدا نگهدار.